اقرأ باسم ربك اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. امید است که خداوند متعال طاعات و عبادات همه شما عزیزان رو مورد درگاه خودشون قرار بدن. خدای بار الها گناهان ما رو از ما ببخشای. انک عفو تحب العفو فاعف عنا. تو بسیار بخشاینده و مهربانی، از ما در بگذر و اجر و پاداش ماه مبارک رمضان، اجر و پاداش شب قدر رو به ما تحفه بده، ارمغانی کرمت بده. اگر ما ناقدری کردیم و اهل گناه و لغزشیم، اما خدایی داریم که اهل مغفرت و رضوان و بخشایشه. خدایا مهر و کرمت رو از درگاه تو مسئلت داریم، بخشتت رو. خدایا ما رو در این ماه مبارک از اهل قرآن و اهل ایمان و اهل دعا قرار بده. خدایا به ما توفیق مزید نعمت، شکر نعمت بده. عزیزانی که از بدترین عذاب الهی بر انسان این هست که چشمهاش قدرت دیدن نعمتهای الهی رو نداشته باشن. چقدر خداوند متعال به من و شما نعمت داده و ما این نعمتها رو نمیبینیم. یک نقمتی، یک مشکلی که هست، اون رو میبینیم که زندگیمون تموم شد دیگه، همون شده محور زندگیمون. یک مشکل شده محور زندگیمون، کل این نعمتهای الهی رو نمیبینیم. یعنی چی؟ یعنی اینی که خدا نمیخوادت، تو دیگه ارزش اینو نداری که بیای شکر نعمت بگی. شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. و یکی از بدترین عذابهای الهی بر انسان در زمین چه هست؟ اینه که استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. شیطان بر اونها چیره بشه و اونها رو از یاد الله غافل کنه. همینی که در یاد الله نباشی، توفیق عمل صالح ازت سلب میشه و نعمتهای بزرگ، جایزه های بزرگ، موفقیت های بزرگ همه رو از دست میدی. در آیاتی که سوره بقره در مورد ماه رمضان برای ما آورده، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ای مؤمنان، خداوند متعال برای شما روزه را نوشته همونطوری که برای همه بشریت قبل از شما نوشته شده بود. هدف چی هست؟ لعلکم تتقون، تا شما به مرحله تقوا و پرهیزکاری برسید. این آیاتی که با لعلکم تتقون با تقوا آغاز میشه و با تقوا پایان پیدا میکنه، در بعد از مثلا 5 آیه بعد لعلهم یتقون، در وسط این آیات ما یک آیه عجیبی داریم. آیه دعا در وسط آیات رمضان و روزه اومده. یعنی رمضان و روزه یکی از مهمترین عبادت ها در رمضان و روزه چه هست؟ عبادت دعاست. عبادت دعا، دعای مسئلت، یک نیاز هست که ما از خداوند میپرسیم و میخوایم و در عین حال خود دعا عبادته. یعنی اینی که ما وقتی دعا میکنیم در واقع عبادت الله میکنیم. دعا یعنی چی؟ دعا یعنی اینی که من انسان رسیدم به خط پایان، من انسان طاقت تغییر و موفقیت و اون مسئلتی که من میخوام، اون نیازی که دارم، طاقت رسیدن و قدرت رسیدن به این نیاز رو ندارم و من
ایمان دارم به الله قادر مطلق که میتونه اون نیاز منو برآورده کنه. من بیمارم و شفا در دست من نیست، میدونم که اللهی دارم که شافی است، در الله رو میکوبم. من نیازمندم، در الله رو میکوبم. من زن میخوام، من فرزند میخوام، من سعادت میخوام، من مال و ثروت میخوام، من موفقیت میخوام، من کار میخوام، من هیبت اجتماعی میخوام، من توفیق عمل صالح میخوام، من خیلی چیزهایی که من میخوام، نیازهای من انسان عاجز ناتوانم. الله قادر مطلقی دارم که روزی که من میخوام اون رزاقه، شفایی که من میخوام اون شافیه، رحم و کرامتی که میخوام اون رحمان و رحیمه. فقط در اون رو میزنم. پس خود دعا، در خود دعا معنای توحید و عبادت واحد الاحد هست. خود دعا انگار که به من میگه که کفوا احد، لم یکن له قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، که هیچ کسی مثل الله نیست و هیچ کسی نمیتونه نیاز منو برآورده کنه. دعا یعنی چی؟ یعنی اینی که من میگم لا اله الا الله، هیچ پروردگاری، هیچ اللهی، هیچ معبودی ندارم مگر الله یکتا و اومدم به درگاهش. در آیات روزه و رمضان وسط این آیات چی میاد؟ و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. ای پیامبر من، وقتی که بندگان من جویای من میشن که چطور منو بخوان، من نزدیک اونام و من دعای هر کسی که دعا میکنه رو استجابت میکنم. پس الله نزدیک ماست، الله با ماست و اجابت میکنه دعایمونو. اون وقت من بنده بیام العیاذ بالله با خدا شرک بگم. خدا میگه من نزدیکتم، دعات رو میشنوم و اجابت میکنم. من نزدیکتم و قال ربکم ادعونی استجب لکم. خداوند فرموده که شما بخواهید تا من اجابت بدم. اون وقت من بیام بگم که نه، خداوند اجابت دعای منو نمیکنه، اما اگر من برم پیش فلان امامزاده، فلان پیر، فلان فقیر، فلان شیخ الاسلام، فلان آیت الله، فلان نمیدونم افرادی که برای خودشون اسمها تراشیدند و برای خودشون چیزی درست کردن، اونها اگه حرف من و نیاز منو به خدام برسونن، اون وقت خداوند استجابت میکنه. اما من کی چی؟ خدا اینو نگفته. و قال ربکم ادعونی استجب لکم. شما منو، عزیز من، تو از خدات میخوایی به بزرگی گناهان و ذلت و خاری که توش افتادی نگاه نکن. تو چقدر پلید و بس بدی به چشم خودت. آیا از شیطان هم بدتری؟ شیطان دعا کرد. شیطان که شیطانه دعا کرد، قال رب انظرنی الی یوم یبعثون، به من اجازه بده تا روز قیامت اینا رو پدرشون در بیارم و گمراهشون کنم. خداوند متعال دعای شیطان رو پذیرفت، گفت فانک من المنظرین، برو بعد زندگی دادیم تا روز قیامت. یعنی اگر شیطان میدونه که خدایی داره که دعایش رو میپذیره و دعا میکنه، من و تو چرا ندونیم؟ بعدش یا وقتی که تو میشی از عباد الله گناهکار ترین عباد الله، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، به بندگان من که اسرفوا علی انفسهم، که در گناه بسیار رفتن دیگه، تو قعر گناه هستن، خداوند بهشون میگه عبادی یا عبادی، ای بندگان من، یا عبادی ای بندگان. شما اسراف کردید در گناه، اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله،
از رحمت الله ناامید نشید. این رحمت الله بیکران است. گناهان شما اگر پر دنیا باشه، در مقابل دریا و اقیانوس رحمت الله یک پشیزی هیچ بیش نیست. خداوند متعال غفار است، اما باید درک بکنیم که ما با خودمون رو از عبادت دعا دور نکنیم. الدعاء هو العباده. دعا خودش از عبادت هاست، نه تنها از عبادت بلکه افضل العبادت دعا، از بهترین عبادت ها. چرا؟ چون که دعا یعنی اعتراف به عبودیت الله متعال، اعتراف به اینی که من ناتوان و عاجزم و یک توانا و قدرتمندی دارم که اومدم پیشش، من بنده ام و اللهی دارم. این به من قوت قلب میده. این باعث میشه که من از یأس و ناامیدی و پژمردگی و افسردگی دور بشم. اونایی که افسردن یعنی چی؟ یعنی یادشون رفته که الله دارن. اونایی که افسردن یعنی اینی که فراموش کردن که چه دری رو بزنن، در الله متعال رو گم کردن. پس افسردگی چه معنا داره وقتی که تو امیدت به الله است؟ شما وقتی که در دنیا از مشکلات و با مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنید، مشکلات رو میبینید، بزرگیشون رو میبینید، عظمت الله متعال رو ازش غافل میشین. عظمت الله متعال خیلی مهمه. خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه. اینو بگیرید تو جهنم بندازید این انسان پلید جهنمی. چرا؟ انه کان لا یؤمن بالله العظیم. این الله رو میشناسه اما الله عظیم، عظمت الله رو نمیشناخت، قدرت الله رو ازش غافل بود. پس این روزها روزهای دعاست. در وقتی میخوایم دعا بکنیم باید خودمون رو پیش خدامون عزیز بکنیم. دعا میکنی عظمت الله رو در تصورت بیار. یعنی چی؟ یعنی وقتی دعا میکنی تو ذهنت داشته باش که دعات حتما مورد قبول درگاه الله هست. انا عند ظن عبدی بی. خداوند متعال به ما میگه در حدیث قدسی که ای بنده من جاییم که گمان توست. طرف میاد دعا میکنه پیش الله متعال. بعد که میگی چی شد؟ میگه حالا دعا کردم و دعای من گناهکار قبول نمیشه. تو که گمانت بر این است که دعایت پیش الله ارزشی نداره، بدون که دعایت پیش الله ارزشی نداره. من دعا کردم و ایمان دارم که الله متعال دعای منو از درگاهش نمیندازه دور، حتما دعای من اجابت میشه. پس این من و توییم عزیز من که درک باید بکنیم که ما اللهی داریم، الله عظیم، الله اکبر. وقتی که من الله اکبر رو دارم، الله عظیم رو دارم، دیگه چرا ناراحتم؟ چرا خود باختم؟ پس وقتی که دعا میکنی باید مطمئن باشی که دعات پذیرفته میشه. و اینی که بدونیم هیچ نفع و ضرری نیست مگر از جانب الله. اینهایی که فکر میکنن نمیدونم یک رمالی، یک جادوگری، یک نمیدونم فلانی علانی نفرینمون کرد، آقا از وقتی اون نفرینمون کرد پدرم وفات کرد، برادرم کشته شد، ماشینمون سوخت، فلان شد. عجب، یعنی این فرده اومد چشمت زد، نمیدونم فلان کرد، رفت پیش جادوگر، رفت پیش رمال، اومد ترسوند، هر اتفاقی که میفته دست اینه. خب برو 2 تا شکلات بده، ناراضیش بکن، بگو که دعا کنه که پدرت دوباره زنده بشه، برادرت دوباره بیاد، ماشین دوباره سبز. این کسی که تقی همه چیز در اختیارش. عزیز من، اون بالای ما الله هست، نفع و ضرر در دست الله هست، همه قدرت ها در دست الله هست. و الله رو وقتی ما میگیم از الله نافع هست و ضار هست، اما هیچ وقت نمیگیم از صفات الله ضار، میگیم الضار و نافع. همیشه وقتی که صفت الله رو ذکر میکنین نمیگید الضار، میگید الضار و نافع. یعنی چی؟ یعنی ضرری نیومد مگر اینی که نفعی توش خواهد بود. باید ایمانمون به این باشه. فإن مع العسر یسرا، إن مع العسر یسرا.
با هر سختی گشایشی است، در هر سختی که بیاد گشایش هایی بعد از اون هست. سختی ها زندگی انسان جزر و مدها داره. یادت هست وقتی که چقدر وضع اقتصادیت خوب بود الان بده، چقدر بد بودی الان خوبه؟ این زندگی از ابتلا و آزمایش الله هست. و دیگه وقتی که دعا میکنم باید بدونم که در دعا اون دعایی نکنم که توی اون خشم الهی است. خشم الهی تو چی هست؟ توی قطع صله رحم خشم الهی هست. تو بیایی، دعا بزرگترین و مهمترین سلاح توی مؤمنه. اون سلاحت رو بذاری تو دیگه سینه پدر و مادرت، تو سینه برادر و خواهرت، تو سینه خویشاوندان، این چیزی هست که خدا نمیخواد، دوستش نداره. خدا اگر رحیمی داری، اگر عزیزی داری که بده، براش دعای هدایت بکن، براش دعا بکن که خداوند متعال اون رو بیاره به سوی تو، به سوی هدایت، به سوی اخلاق، به سوی دوری از گناه، دوری از زشتی ها. امر به معروف و نهی از منکر بکن، با شیوه های مختلف سعی کن دلش رو به دست بیاری، به سوی سعادت اون رو بکشونی، از بدبختی ها و لجنزار ها اون رو دورش بکنی. این وظیفه توه، نه اینی که نفرینش بکنی. دعا یکی از مهمترین سلاحی است که دست پدر و مادره. صلاح و سعادت بچه هاتون رو میخواید براشون دعا بکنید، در سجدهاتون، در نمازاتون، در تهجداتون، در قیام اللیل، برای عزیزانت، برای همون گناهکاران، اونایی که گناهکارند، اونایی که مشرکند، اونایی که ظالمند، اونایی که مستکبرند، خیشت، برادرت، فلانه، براش دعا بکن. تا مشرک کافر براش دعای هدایت بکن تا آخرین لحظه ای که از این دنیا میره، مرد دیگه براش دعا نکن. دیگه حق نداری برای مشرک دعا بکن، اما تا لحظه آخر براش دعا بکن. شاید همین دعای تو اونو برگردونه. و هیچ وقت تو دعامون عجله نکن که من دعا کردم دعام قبول نشد دیگه دعا نمیکنم. نه، دعا خودش عبادته و هر دعایی که میکنی ممکن نیست از درگاه الله متعال رد بشه. همه دعاها پذیرفته میشه، اما دعایی که تو میخونی یعنی اینی که تو خدا رو میخوای. خدا میخواد که تو بیشتر بخوایش، خدا میخواد که تو بیشتر از الله متعال طلب بکنی. ادعوا ربکم تضرعا و خفیا. در تنهاییات، با تضرع و خشوع، با اینی که خودت رو نشون بدی پیش الله متعال که من بنده تو هستم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. خداوند متعال به ما میگه که منو دعا بکنید تا من اجابتتون بکنم. اونهایی که تکبر میکنند از عبادت من، اونهایی که دعا نمیکنند، در واقع یک نوع غروری اونها رو در خودش گرفته، خودشون رو میبینن، عظمت الله متعال رو نمیبینن. اینا همون عقلهای کوچیک که فقط سر دماغ خودش رو میبینه، فکر میکنه چقدر گنده شده، اما عظمت الله متعال رو نمیبینه، بزرگی الله متعال رو نمیبینه. اینا فقط و فقط وقتی که تو بلا میافتند یادشون میفته که اللهی هست. اما بدونیم امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. کیه که انسانی که در بلا افتاده، در مصیبت ها افتاده، میتونه اون رو نجات بده؟ کیه که انسانی که در بدترین حالت بیماری هست میتونه شفاش بده؟ اینجاست که الله یاد همه میفته. پس وقتی که الله رو بیاد داریم و میدونیم که همچنین خدای بزرگی داریم، اون وقت دیگه ناامید نشیم. چرا که ناامیدی یکی از بدترین گناهان هست و باید بدونیم که دعای ما مورد استجابت قرار میگیره. این دعا شاید اون چیزی که من بخوام و آرزو دارم برآورد نشه. چرا؟ چون که اون چیزی که من میخوام و آرزو دارم تا شاید در اون هلاکت من باشه. شما از الله ثروت آنچنانی میخوایید و خدا میدونه که اگر این ثروت رو به شما بده شما کفر میورزید، بهتون نمیده. شما از الله متعال شفای یک بیماری رو میخوایید، اگر اون خیر شما باشه خداوند متعال شفات میده.
اما اگر وجود همون بیماری برات خیر باشه، خداوند متعال میخواد تو دعا کنی، اجر و پاداشت بره بالا. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که همه دعا ما من مسلم یدعو الله لیس فیها اثم ولا قطیعة رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث. هر مسلمونی که میاد دعایی میکنه که در اون گناه نیست، در اون دعا خواسته چیز حرام و گناهی نیست، در اون نفرین و دعا بر علیه خویشاوندان نیست، خداوند متعال که از سه چیزو میده: اما ان یعجل له دعوته، یا همون چیزی که خواسته رو خداوند متعال استجابت میکنه، اما همون چیزی که میخواد رو بهش میده. و اما ان یدخرها له فی الاخره، یا اونو اجر و پاداش میکنه بعد تو آخرتش تو حسابش میذاره. وقتی تو آخرت میری میبینی اجر و پاداش بسیاری هست، خدای من این کارا رو نکردم، اینو از کجا اومد؟ اینها همون دعاهایی بود که تضرع و زاری میکردی پیش الله متعال و الله متعال اجابت نکرد، اینجا برات اجر گذاشت. اینجاست که آرزو میکنه که خداوند ای کاش هیچ دعایشو قبول نمیکرد، همه رو اینجا اجر براش میگذاشت. و سوم: و اما یصرف عنه من السوء مثله، یا اینی که شما که دعای خیر میکنید یک بلاهایی در تقدیر شماست، به اندازه همون دعایی که میکنید و همون خیری که میخواد، خداوند متعال از اون بلاهایی که در تقدیر شما هست از شما رفع میکنه. پس دعا در همه حالتها استجابت میشه. هر جایی که هستی دعا بکن. دعا برای تو مثل نماز نیست که باید وضو بگیری و قبله. آقا تو رو به قبله هستی، در نماز هستی، وضو داری نداری، خوابیده ای، بیشعری، توی خیابونی، بالای، هر جایی که هستی الله رو داری. همیشه دعا کنیم و خودمون رو پیش الله متعال عزیز بکنیم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم تقبل منا واجعلنا من عبادك الصالحين ومن جندك المخلصين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا عبيدك نسألك سؤال من كثرت ذنوبه وقلت حسناته أن تغفر لنا وترحمنا وتجعلنا من عبادك الصالحين وتحشرنا في زمرة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتقبل رمضاننا واكتبنا ممن أدرك ليلة القدر. اللهم لا تحرمنا أجر ليلة القدر. اللهم لا ينقضي رمضان إلا وقد غفرت لنا. اللهم آمين يا أرحم الراحمين. اقرأ باسم ربك اللهم قني عذاب